با نام و یاد خدا. عرض سلام خدمت بچه های عزیز پایه دهم. من فرامرزی هستم با تدریس ترجمه درس 5 از کتاب عربی در خدمت شما عزیزان هستم. در صفحه اول درس 5 این آیه شریفه رو داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض. بگو در زمین بگردید. کلمه سیرو فعل امره، یعنی بگردید. قل هم فعل امره، یعنی بگو. فانظروا کیف بدأ الخلق. و بنگرید، نگاه کنید. انظروا هم فعل امره. کیف بدأ الخلق، چگونه خدا آفرینش را آغاز کرد. کلمه خدا توی جمله ذکر نشده، ولی چون منظور خداوند متعال هست میتونیم توی ترجمه بیاریمش. بدأ فعل ماضیه، یعنی آغاز کرد. کلمه خلق هم به معنی آفرینش هست. بریم سراغ لغت ها و بررسی معجم. ابتعد یعنی دور شد، اما اگه بگیم حتی تبتعد یعنی تا دور شود، تا دور بشود. ابتعد یبتعد و ابتعد ابتعاد. افتعل یفتعل و افتعل افتعال. رفته تو باب افتعال. اتجاه یعنی جهت. خود کلمه جهت هم عربیه. یادتون باشه اتجاه جمعش میشه اتجاهات، یعنی جهت ها. اداره یعنی چرخاند، اداره کرد، از دایره میاد. اما اگه بگیم انتدیره یعنی که بچرخاند. انترا یعنی که ببیند. استفاده بهره برد، فعل ماضیه. ان یستفیده یعنی که بهره ببرد. رفته تو باب استفعال این کلمه، این فعل. اضافتا الی یعنی افزون بر، اضافه بر. اعشاب طبیه یعنی گیاهان دارویی. مفردش هم مهمه، من توی امتحانات دیدم بیاد. عشب طبی. افرزه یعنی ترشح کرد. یفرزو ترشح می کند. التئمه یعنی بهبود یافت، اما اگر بگیم حتی یلتئمه یعنی تا بهبود یابد. التیام دیدید میگن، خود توی فارسی هم استفاده میکنیم خودمون. التقاط صور یعنی عکس گرفتن. التقاط صور خیلی مهمه. اناره یعنی نورانی کردن، از نور میاد. بری یعنی خشکی، زمینی. حالا نباتاتون بریه رو چجوری ترجمه کنیم قشنگ بشه؟ گیاهان صحرایی. همین کلمه رو صحرایی معنی کرده. بط یا بطه یعنی اردک، کلمه جدید. بکتریا یعنی باکتری. بوم و بومه یعنی جغد. تأثر یعنی تحت تأثیر قرار گرفت، فعل ماضیه ها. یتأثر میشه تحت تأثیر قرار میگیرد. تحتوی یعنی در بر دارد، شامل میشود، حاوی فلان چیز است. تحتوی در بر دارد. تحرک یعنی حرکت کرد. تحرک یعنی حرکت کرد، اما این پایین یه فعل داریم نوشته حرکه، یعنی حرکت داد. این دوتا خیلی با هم فرق دارن ها. تحرک یتحرک و تحرک تحرک بر وزن تفعل یتفعل و تفعل تفعل، رفته تو باب تفعل. ولی حرک یحرک و حرک تحریک، فعل یفعل و فعل تفعیل، این رفته تو باب تفعیل ها. این دوتا با هم فرق دارن. تنشرو یعنی پخش می کند، منتشر می کند. جرح یعنی زخم، همون جراحت خودمون استفاده می کنیم توی فارسی. مجروح شنیدین دیگه، یعنی زخمی. حرکه گفتیم یعنی حرکت داد. حوله یعنی تبدیل کرد. حوله
تبدیل کرد، خیلی مهمه. حربا یعنی آفتاب پرست، کلمه جدید. دل یعنی راهنمایی کرد، کلمه دلیل هم یعنی راهنما توی عربی. دون ان یعنی بی آن که، بدون آن که. اما اگه بگیم دون ان تحرک یعنی بی آن که حرکت بدهد. ذنب یعنی دم، جمعش هم میشه اذناب. بچه خیلی ها کلمه ذنب رو با ذنب اشتباه میگیرن. ذنب اگر بالای نون ساکن باشه یعنی گناه، جمعش هم میشه ذنوب یعنی گناهان. اما ذنب اگه بالای نون ا باشه، ذنب یعنی دم، جمعش هم میشه اذناب. زیت یعنی روغن، جمعش هم زیوت، روغنها. ساره یعنی حرکت کرد، به راه افتاد، همون سیر و سفر شنیدین. سائل یعنی مایه، اما این کلمه سائل چند تا معنی دیگه هم داره. سائل معنی فقیر هم میده، معنی پرسشگر هم میده، نیازمند، کسی که سوال میکنه، کسی که میخواد. معنی گدا هم میده، اما اینجا معنی چی میده؟ مایه. ضوء یعنی نور که جمعش میشه اضواء یعنی نورها. ظلام یعنی تاریکی، از ظلمت میاد دیگه. عوض یعنی جبران کرد، عوض یعوض، عوض تعویض. فعل یفعل، فعل تفعیل، رفته تو باب تفعیل. اما کلمه تعویض توی عربی میبینید که معنی دیگه ای داره، یعنی جبران کردن. الان هم فعل ماضیشه یعنی جبران کرد. قط یعنی گربه، همون کت توی انگلیسی، یعنی آواش دقیقا همونه که در زبان عربی به شکل دیگه ای تلفظ میشه. قط یعنی گربه که همون کت هست. لعق یعنی لیسید، یلعق می لیسد. مضیء یعنی نورانی، از همین کلمه ضوء گرفته شده. و مطهر یعنی پاک کننده. اگه این مطهر بشه، مطهر چه معنی میده بچه ها؟ یعنی پاک شده. مطهر پاک کننده، مطهر پاک شده. وقایه یعنی پیشگیری، کلمه مهم و جدید. ملکه یعنی مالک شد، فرمان روایی کرد. این دوتا معنی رو حتما حفظ کنید. بعد یک کلمه داریم امتلاک، یعنی داشتن، مالک بودن. حواستون باشه توی درس داریمش. یستطیع یعنی میتواند، هم معنی یقدره یعنی میتواند. یستعین به یعنی از، جای خالی یاری میجوید. یستعین. استعانه هم یعنی یاری جست، فعل ماضیشه. خب یستعین به یعنی الان بعد از این کلمه به، این حرف به، هر کلمه ای که بیاد ما توی این جای خالی میذاریمش. مثلا توی درس داریم یستعین بالبکتریا یعنی از باکتری یاری میجوید. ینبعث یعنی فرستاده میشود. انبعث هم یعنی فرستاده شد، ماضیشه. خب بریم سراغ ترجمه درس پنجم. الدرس الخامس، درس پنجم. هذا خلق الله، این آفرینش خداست. الغواصون الذين ذهبوا الى اعماق المحيط ليلا، غواص هایی که شبانه به اعماق اقیانوس رفتند. شاهدوا مئات المصابيح الملونة التي ينبعث ضوءها من الاسماك المضيئة. صدها، مئات یعنی صدها، چراغ رنگی دیدند که نور آنها از ماهی‌های نورانی فرستاده میشد. بچه‌ها ینبعثو یعنی فرستاده میشود، ولی چون شاهدو اومده قبلش و شاهدو یک فعل ماضیه، اینو میبره به ماضی استمراری. پس فرستاده میشود
میشه فرستاده میشد. و تحول ظلام البحر الى نهار مضیء، و تبدیل میکرد تاریکی دریا را به روزی روشن. یستطیع فیه الغواصون التقاط صور فی اضواء هذه الاسماک، که میتوانند در آن غواص ها عکس بگیرند در نورهای این ماهی ها. التقاط صور که گفتیم خیلی مهمه، اینجا کاربرد داشت. اکتشف العلماء ان هذه الاضواء تنبعث من نوع من البكتيريا المضيئة التي تعيش تحت عيون تلك الاسماك. دانشمندان کشف کردند که این نورها فرستاده می شود از نوعی از باکتری، حالا باکتری نورانی مضیئه درخشان، که زندگی می کند تعیش زیر چشمهای آن ماهی ها. هل يمكن أن يستفيد البشر يوما من تلك المعجزة البحرية؟ آیا ممکن است که استفاده کند انسان روزی از آن معجزه دریایی؟ معجزة البحریه، موصوف و صفت. و یستعین بالبکتریا المضیئه لاناره المدن، و کمک بگیرد یا یاری بجوید از باکتری نورانی برای روشن کردن شهرها. اناره یعنی روشن کردن. مدن هم جمع کلمه مدینه یعنی شهرها. ربما یستطیع ذلك، شاید بتواند آن کار را انجام دهد. یستطیع گفتیم هم معنی یقدر یعنی میتواند، ولی چون قبلش گفته شاید، میگیم شاید بتواند آن کار را انجام دهد. لانه، زیرا، من طلب شیئا وجد وجد، هر کس چیزی را بخواهد و تلاش کند، جد وجد، آن را میابد. جمله بسیار مهم و معروفی هستش که توی چندین درس و چندین تمارین متون اصلی از راهنمایی تا الان داشتید. خب رسیدیم به جناب گربه. خیلی خفنه. میگه ان لسان القط سلاح طبی دائم. قطعا زبان گربه یک سلاح دارویی و همیشگی است. لانه مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا، زیرا آن پر است. بچه ها همین کلمه مملو رو استفاده میکنیم توی فارسی هم. زیرا آن پر است از غده هایی که ترشح میکنن، تفریزو، سائلا، مایعی، مطهرا، پاک کننده را. فیلعق القط جرحه عدة مرات حتی یلتئم. پس گربه زخمش را چند بار میلیسد تا خوب شود، تا بهبود یابد، تا التیام یابد. ان بعض الطيور والحيوانات تعرف بغریزتها الاعشاب الطبیه. قطعاً بعضی از پرندگان، طیور و حیوانات میشناسند با غریزهشان گیاهان دارویی را. و تعلم کیف تستعمل العشب المناسب للوقایة من الامراض المختلفة. و میدانند چگونه استفاده کنند گیاه مناسب را، عشب یعنی گیاه مناسب را برای پیشگیری از مریضی های گوناگون. وقایه یعنی پیشگیری. وقد دلت هذه الحيوانات الإنسان على الخواص الطبية لكثير من النباتات البرية وغيرها. و راهنمایی کردند این حیوانات انسان را بر خواص یا ویژگی های دارویی بسیاری از گیاهان. نبات هم بچه ها مثل همین عشب گیاه معنی میشه.
گیاهان صحرایی و غیرها و غیر از آن. إن أغلب الحيوانات إضافة إلى امتلاكها للغة خاصة بها تملك لغة عامة تستطيع من خلالها أن تتفاهم مع بعضها. همانا اغلب حیوانات علاوه بر داشتن، بچه امتلاک رو دقت کنید، معنی داشتن میده، علاوه بر داشتن زبانی مخصوص خودشان، ویژه خودشان، زبانی عمومی دارند. تملیکو یعنی دارند. درسته ملکه یعنی مالک شد، فرمان روا شد، اینجور معنی رو میده. مضارعش هم میشه مالک میشود، اما توی ترجمه فارسیش جالب در نمیاد اگه بگیم مالک میشود، پس میگیم دارند. خب این حیوانات دارند زبانی عمومی که میتوانند از طریق آن با هم ارتباط برقرار کنند و حرف یکدیگر را بفهمند. ان تتفاهم مع بعضها. فللغراب صوت يحذر به بقية الحيوانات حتى تبتعد سریعا عن منطقة الخطر. میگه که پس کلاغ صدایی دارد. بچه للغراب، این ل که میاد معنی داشتنه، مالکیته. میگیم پس کلاغ صدایی دارد که هشدار میدهد، یحذر بهی یعنی با آن، یعنی با اون صداه، بقیت الحیواناتی یعنی به بقیه حیوانات، تا دور شوند سریع از منطقه خطر. فهو بمنزلة جاسوس من جواسیس الغابة. پس او به منزله جاسوسی از جاسوس‌های جنگل است. جواسیس جمع مکسر از کلمه جاسوسه. للبط غدة بالقرب من ذنبها. اردک غده‌ای نزدیک دمش دارد. بچه ل اومده اول جمله و معنی مالکیت میده، یعنی دارد. تحتوی زیتا خاصا تنشره على جسمها فلا يتأثر بالماء. یعنی در بر دارد روغنی مخصوص که پخش میکند آن را روی بدنش. تنشره فلا يتأثر بالماء، پس تحت تأثیر آب قرار نمیگیرد. لا يتأثر یعنی تحت تأثیر قرار نمیگیرد. تستطيع الحرباء أن تدير عينيها في اتجاهات مختلفة دون أن تحرك رأسها. آفتاب پرست می تواند که بچرخاند دو چشمش را در جهتهای مختلف بدون آنکه حرکت دهد سرش را. و هي تستطيع أن ترى في اتجاهين في وقت واحد. و او می تواند که ببیند در دو جهت در آن واحد. بچه اتجاه یعنی جهت، اما این عینه که آخرش اومده مثناش کرده یعنی دو جهت. فی وقت واحد یعنی در یک زمان، در یک وقت، در آن واحد. لا تتحرک عین البومه. چشم جغد حرکت نمی کند. فإنها ثابته، زیرا آن ثابت است. ولكنها تعوض هذا النقص بتحريك رأسها في كل جهة. ولی او جبران می کند، تعوض، این نقص را، این کمبود را با حرکت دادن سرش در همه جهت ها. و تستطيع أن تدير رأسها 270 درجة دون أن تحرك جسمها. و می تواند که بچرخاند سرش را 270 درجه بدون آنکه حرکت دهد بدنش را. بچه 200 یعنی 270 یعنی 70. خب نکته‌ای که توی واژگان هم بهش اشاره کردیم اینجا کاملا مشخص میشه. ببینید میگه دون ان تحرک، یعنی بدون آنکه حرکت بدهد. حرک یحرک و حرک تحریک، مصدرش بر وزن تفعیل این. اما اینجا میگه لا تتحرک، یعنی حرکت نمی کند، خودش حرکت نمی کند. بحث حرکت دادن نیست. گرفتی چی شد؟ این ببین وزنشو تتحرک رو بکن یتحرک.
میشه تحرک یتحرک و تحرک بر وزن تفعله، ولی این یکی رفته تو باب تفعیل. حرک یحرک و حرک تحرک یتحرک و تحرک. خوب به معنیشون دقت کنید، چند بار بخونید تا حفظ کنید. دون ان تحرک، بدون آن که حرکت دهد. لا تتحرک، و حرکت نمی کند، اصلا خودش حرکت نمی کند. نکته رو گرفتی؟ خب حالا بریم سراغ درک مطلب. عین الجملة الصحيحة وغير الصحيحة حسب الحقيقة والواقع. معین کن، مشخص کن جمله درست و نادرست رو بر حسب حقیقت و واقعیت. شماره 1. للزرافه صوت يحذر الحيوانات حتى تبتعد عن الخطر. میگه زرافه صدایی داره که باهاش هشدار میده به بقیه حیوونا تا از منطقه خطر دور بشن، تا از خطر دور بشن. خب زرافه بیچاره اصلا تار صوتی نداره، غراب بود که این کارو میکرد، کلاغ. پس این اشتباهه. شماره 2. تحول الاسماك المضيئة ظلام البحر الى نهار مضيء. خب میگیم ماهی های نورانی تاریکی دریا را به روز روشن تبدیل می کنند. بله درسته. شماره 3. تستطيع الحرباء ان تدير عينيها في اتجاه واحد فقط. میگه آفتاب پرست فقط دوتا چشمش رو میچرخونه در یک جهت. خب این اشتباهه. شماره 4. لسان القط مملوء بغدد تفرز سائلا مطهرا. زبان گربه پر است از غده هایی که ترشح میکنه یک مایع پاک کننده. بله درسته. شماره 5. لا تعيش حیوانات مائیه فی اعماق المحیط. حیوانات آبزی یا آبی در اعماق اقیانوس زندگی نمی کنند. خب اشتباه دیگه. شماره 6. یتحرک رأس البومه فی اتجاه واحد. میگه سر جغد فقط در یک جهت حرکت میکنه. خب این هم اشتباهه. خب عزیزانم، امیدوارم که از این کلیپ استفاده کامل رو برده باشین. ممنون میشم اگر چنل ما رو سابسکرایب کنید و از نظرات ارزشمند خودتون ما رو بی بهره نگذارین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.